گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار پنجم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. ولایت‌های تاریخی و مدنی آسیای میانه. اکادمیک بابا جان غفورov تاریخ دوره عصر برنجی منطقه آسیای میانه را همه طرف تحلیل نموده دو ولایت کلان تاریخی و مدنی پیشرفته آن را جدا می نماید. یکم، ولایات جنوب و غربی جنوبی ترکمنستان امروزه. دوم، ولایات شمال و شرقی ولایت های باقی مانده آسیای میانه. این ولایت ها از جهت رشد مدنی از همدیگر فرق جدی داشتند، ولی رابطه بین آنها قوی و طولانی بود. مدنیت ولایات جنوب و غربی جنوبی ترکمنستان امروزه بیشتر همچون مدنیت زراعت پروری رشد یافته است و مشهورترین آثار آن همچون مدنیت انو معلوم است. انو را باری نخست کشورشناس روس اوه کماراف پیدا نمود و بعداً سالهای 50 عصر 20 آن را باستانشناس امریکایی ر پمپلی و باستانشناس شوروی ب.ا. لیتوینسکی، سپس ب.ا. کوفتین و و.م. مسان آموختند. در ابتدای دوره انالیت مسکن آدمان از یک درخانه عبارت بود. در مرحله های من بعده انالیت خانه های جماعتی و در اطراف آنها دیوارهای مدافعوی پیدا می شوند. با مرور زمان اصول ساختمان مسکنها و خانه ها تغییر می یابد. الکی در آخر دوره انالیت مسکنهای نهایت وسیع، منزلهای سیرخانه و اولین محله های اقامتی پیدا می شوند. در دوره برنجی مسکنهای خرد و میانه تا 10 گکتر و دهکده های کلان شهرمانند تا 70 گکتر مساحت داشتند. یکی از چنین مسکنها نمازگاه تپه می باشد که در زمان انالیت پیدا شده. غفصی قبطهای مدنی آن به 34 متر می رسد. نمازگاه تپه باقی مانده های یک شهرک بزرگ زمان انالیت و اولی عصر برنجی هزاره 5-2 پیش از میلاد در قلمرو ترکمنستان امروزه می باشد. هنگام گذرانیدن حفریات در اینجا یک چند منزلگاه های کلان دریافت شدند که یکی از آنها 27 خانه دارد و خانه ها
با راهروها به یکدیگر پیوست می باشند. بیناها اساساً به نمودی راست کنجه و مربع، دیوار خانه ها از خیشت های کلان راست کنجه و به خوبی اندازه شده، حتی در بعضی جایها گچکاری ساخته شده. در داخل خانه ها چند خیل آتشکده و صوفه ها موجودند. از بعضی مدرک ها معلوم می شود که یک قسم خانه ها بام گنبد شکل داشتند. آثاری پیدا کرده شاهدی می دهد که در دوره انریت و برنجی کارهای ساختمان معماری در ولایات جنوبی آسیای میانه خیلی رشد یافته است. عصر برنجی زمان رشد و پیشرفت هنرمندی بود. هنرمندان از میس، مهره و سوزن، خنجرهای میسی و دیگر اسباب روزگار می ساختند. از سنگ هم در برابر میس تمام اسباب معیشی زندگی را می ساختند. در این دوره کلالگری نیز رونق یافته. کلالان از ظرفهای خرد روزگار سر کرده تا اسبابهای نفیس و زیبایی با گلهای رنگارنگ آرایش یافته غذاخوری را استحصال می کردند. در ظرفها برابر نقشه های هندسی صورت های مار، پرنده، بوز و غیره کشیده شدند. بافندگی نیز همچون یک نمودی هنرمندی خیلی ترقی می کند. در نتیجه کاوش های باستانشناسی طرح پره مسکن های عصر برنجی معین کرده شدند. مثلا آموزش نمازگاه تپه نشان داد که در مرکز آن میدان کلان و اطراف آن پر از حوله ها می باشد. در سمت شرقی آن انشاءات دینی و در سمت شمالی خمدان های زیادی دریافت شدند. بیناهای یافته شده را می توان به سه نوع جدا نمود. یکم، بیناهای بسیار خانه که در آنها اعضای یک جماعه سیر عائله زندگی می کردند. دوم، بیناهای بسیار خانه که در آنها چند خانه علاهیده جدا کرده شده. غیر از این انبارچه و حولیچه و آشخانه نیز دارند. سیوم، بیناهای کلانی که طرح عمیقی مقرری داشته، وسعت آنها از 70 تا 80 متر کوادراتی است. در این گونه بیناها اعیان و اشراف و در بیناهای دو نوع اول نمایندگان طبقه های پایان جمعیت زندگی می کردند. در قریبی بیناهای اقامتی دخمه های جماعتی واقع بودند. از روی جهاز دفن نیز تقسیمات مال و ملکی جمعیت را روشن دیدن ممکن است. در حفریات نمازگاه 5 انشاءات دینی یافت شد که با شکل زینه در بلندی ساخته شده است. همزمان در شمالتر این حفریات خانه های منسوب به گروه سیوم خانه ها دریافت گردید که آن را باستانشناسان کاخ کاهین نامگذاری کردند. از این معبد اسباب گوناگون روزگار، هیکلچه های گوناگون ساخت، از جمله هیکلچه های طلایی سر گرگ و برزگاو، شده های لاجوردی، فیروزی، عقیقی و طلایی، این چنین استخوان های زیاده از 30 نفر آدم دریافت گردیده است. در زمینه بازیافت‌ها باستانشناسان معین نمودند که محض آلتین تپه مکانی رشد یافته مدنیت عصر برنجی انو را افاده می کند. آلتین تپه یک شهرک عصر برنجی 2300-1900 پیش از میلاد در جنوب و غرب ترکمنستان امروزه کشف شده است. این مدنیت در زمینه عنعنه‌های فرهنگی محلی تشکل یافته، بعدتر از دستاوردهای مدنی بین النهرین
بهره برداشته با تمدن‌های فلسطین، سوریه و آسیای خرد قرابت نزدیک پیدا نموده است. مساحت یادگاری آلتین تپه از نمازگاه حجماً خرد بوده همگی 46 گکتر می باشد. محض همین یادگاری به ما آثار بناهای عظیم شرق قدیم و هنری مردم آن مثل مجسمه های با خط و علامت رمزی آرایافته را رسانیده است. همه آثاری در نتیجه تحقیقات باستانشناسی دریافت گردیده شهادت از آن می دهد که در عصر برنجی ساحه های گوناگون هنرمندی و درجه بلندی ترقیات خود رسیده بود. ما تأکید می نماید بابا جان غفورov این را از بازیافت هایی که از یادگاری های نمازگاه و آلتین تپه دریافت گردیدند به خوبی دیده می توانیم. آثار مرحله های آخری عصر برنجی بیشتر در نمازگاه تپه، یادگاری های دیگری دامنکوهای کوپداغ و واحی مرف محفوظ ماندند. حفریات باستانشناسی شهادت می دهند که هنوز در دوره نمازگاه 5 قسم ساکنان دامنکوهای کوپداغ و ساحل‌های ریزشگاه مرغاب کوچیدند، زیرا در اینجا بسیار باششگاه‌های نچندان کلان تا 15 گکتر یافت شدند که قد مجرای قدیمی دریا جای گرفتند. بعدتر در میانه‌های هزاره 2 تا میلاد به ریزشگاه مرغاب از دامنکوها گروه دیگری آدمان آمدند که مدنیت آنها به مدنیت نمازگاه 6 تعلق دارد. مدنیتی که در حدود امروزه ترکمنستان جنوبی موجود بود یکی از رشد یافته ترین مدنیت عهد برنجی به حساب می رفت. قبیله هایی که در آسیای میانه می زیستند از تمدن های بزرگ شرق قدیم بهره برداشته در پیشرفتی تمدن های هندوستان و ماوراءالنهر نقشی مهم گذاشتند. بین صاحبان این تمدن و دیگر ولایات آسیای میانه که بیشتر با نام قبیله های صحرانشین یوراسیا یا قبیله های دایره صحرا معلوم است، رابطه نهایت نزدیک موجود بود. در نیمه دوم هزاره 2 و ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد گروه های زیادی این قبیله های صحرانشین از شمال به جنوب رو آوردند. آثار دیگری عهد برنجی از محل های نزد بحر ارل پیدا گردید که معمول ترین آن با نام مدنیت تازه باغیاب مشهور است. مدنیت تازه باغیاب در نیمه دوم هزاره 2 پیش از میلاد در منطقه خوارزم قدیم تشکل یافته است. ساکنان این مدنیت اساساً به چارواداری و قسماً به زراعتکاری مشغول بودند. تازه باغیابی ها اساساً در زمینکنها زندگی می کردند. اهالی به زراعتکاری مشغول بود و چارواداری شغل دوم آنها محسوب می یافت. از اینجا یک چند قبر آدم و مقدار زیاد ظرف‌های سفالین با نقش‌های حکاکی هندسی آرایش یافته دریافت شد. باستانشناسان اثبات نمودند که این ظرف‌های سفالی از جهت آرایش و مدنیت اندران قزاقستان غربی و مدنیت کندکاری ساحل والگا خیلی مانندی دارند. غیر از این در محل‌های نزد بحر ارل مدنیت دیگر نیز یافت شد که با نام سیورغان مشهور است. به عقیده محققان این مدنیت بیشتر به مدنیت انو متعلق است. آثار دیگری از این منطقه دریافت شده که به آخر هزاره 2 پیش از میلاد
یا خود عصرهای اولی هزاره یکی پیش از میلاد تعلق دارد، در ریزشگاه سیردریا بالای تلی تاغستان جایگیر است. در آنجا اساساً مقبره های کلانی از خشت خام و ستون های چوبی ساخته شده بازیافت گردیدند. آنها از بیرون مدور شکل با قطری 15 متر و از درون مربع شکل می باشند. دیوارهای گیلی آنها نهایت غفص بوده، احتمال می رود که از درون با یک نوع قالین زینت هم می دادند. در پایاناب دریای زرافشان در 1000 ساله 3 و نیمه اول هزاره 2 پیش از میلاد قبیله های زندگی می کردند که آنها را باستانشناسان زمان بابایی ها نامیدند. زمان بابا یادگاری نادری باستانشناسی در قلمرو ازبکستان امروزه بوده. دهه و قبرستان چارواداران مقیمی و دهقانان عصر برنجی در آخر 1000 ساله 3 نیمه اول هزاره 2 پیش از میلاد می باشند. زمان بابایی ها در خانچه های قمیشی با کهگیل انداوه شده زندگی می کردند. آنها زمین های هنگام آبخیزی زیر آب مانده را برای کشت و سه استفاده برده. این چونین به پرورش چاروا، شکار و ماهیگیری نیز مشغول می شدند. آلات مهنت آنها اساساً از کوبه، داس و کلند سنگی عبارت بود. آثار زمان بابا بیشتر به مدنیت کلتمنار نزدیک است و در آن تأثیر مدنیت انو نیز مشاهده می گردد. کمی بعدتر تخمیناً در میانه های هزاره 2 پیش از میلاد به این منطقه قبیله های عهد برنجی صحرانشین از شمال وارد می گردند. آثار عصر برنجی در قلمرو تاجیکستان امروزه نیز به طور فراوان دریافت شده است. از جمله تبرهای برنجی از دهه یاری پنجکین نزدیکی دهه شرشر ناحیه کویبشیف حالا عبدالرحمن جامی و عرقچین ناحیه ورزاب یافت شدند که همه آنها به هزاره 3 اول هزاره 2 پیش از میلاد تعلق دارند. یک سلسله یادگاری های دیگری عهد برنجی در شمال و جنوب جمهوری نیز پیدا گردیدند که آنها دایر به مدنیت پیشرفته ساکنان این منطقه در این دوره معلومات می دهند. یکی از یادگاری های قدیمترین دوره انالیت و اول عصر برنجی آسیای میانه سرز می باشد که سال 1976 از طرف باستانشناس عبدالله جان اسحاقوف کشف گردیده در زمان استقلال پرره آموخته شده است. این یادگاری 31 ایول سال 2010 و فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو داخل گردیده است. در وقت نوشتن کتاب تاجیکان این یادگاری به طور ضروری آموخته نشده بود. از این رو اکادمیک باباجان غفوروف مدرک‌های آن را استفاده نکرده است. در محلی بیابانی قیراقم ساحل سیردریا شرقتر از شهر خوجند آن وقت لنین آباد مسکن‌های عهد برنجی دریافت و تحقیق گردیدند. مساحت اکثریت این مسکن‌ها خرد بوده از 0.1 تا 3 هکتار را تشکیل می‌دهند، اما بین آنها باششگاه‌های خیلی کلان نیز هستند که قریب تا 10 هکتار را تشکیل می‌دهند. هر یک مسکن از چند بخش عبارت میباشد. مشغولیت اساسی ساکنان این محل اساساً چارواداری بوده است، زیرا در تمام مسکنها بیشتر استخوان‌های گوسفند، بوز، گاو و اسب دریافت شده است. یافت شدن هاون و آس
که برای یرمه و آرد کردن غله استفاده می شدند از موجودیت زراعت پروری نیز گواهی می دهند. مشغولیت دیگری اساسی قیراقمی ها معدن گدازی بوده است. هنگام حفریات باستانشناسان اسباب زیادی کارکرد معدن، پیش از همه قالب‌های سنگی برای ریختن میتین و تبرهای برنجی، دشتگاه‌هایی از گدازش برنجی باقی مانده یافتند. آثار سفالی قیراقم که با استفاده قالب‌های مخصوص استحصال می‌شد، بیشتر به آلات سفالی تازه باغیاب شباهت دارد. در قیراقم و اینچنین دهه دهنه ناحیه اشت قبرهای آدمان عهد برنجی نیز دریافت شدند. تحقیق آثار بازیافت شده مدنیت قیراقم معین نمود که ساکنان آن یک گروه کلان قبیله های عهد برنجی صحرایی بودند که آن وقت در بعضی ناحیه های وادی فرغانه و اطراف تاشکند سکونت داشتند. این قبیله ها در حدود 7 رود با قبیله های اندرانی قزاقستان جنوبی پیوست بودند. در علم باستانشناسی آثار این منطقه با نام مدنیت قیراقم معلوم است. قیراقمی ها در شمال جمهوری تاجیکستان اینچنین در حدود ناحیه شهرستان نیز سکونت داشتند که آثار آنها از قبطهای بالایی مغاک آختنگه یافت شده است. مدنیت چوست وادی فرغانه که ساکنان آن به زراعت پروری مشغول بودند نیز همسال مدنیت قیراقم می باشند. باستانشناسان در جنوب تاجیکستان از جمله پایاناب دریاهای سرخاب و وخش و کافرنیهان قبرستان‌های زیادی پیدا نمودند که در آنها آثار مسکنی قبیله‌های صحرایی عهد برنجی محفوظ ماندند و آنها به میانه و نیمه دوم هزاره دو پیش از میلاد تعلق دارند. صاحبان این مدنیت ظرف‌های سفالی خیلی خوب می ساختند که آلات مرحله‌های اخیر عنب را به خاطر می آورند. همچنین از روی مصنوعات برنجی این مدنیت می توان روابط محل‌های جنوب و غرب را مقرر نمود. ولی مراسم دفن، ساخت قبر، سوزاندن مرده و دیگر نشانه های این آثار بیشتر به دایره مدنیت صحرایی علاقه داشتن آنها را نشان می دهد. باستانشناسان این آثار را دو نام، مدنیت ویشکین و یا مدنیت وخش گذاشتند. این آثار و بازیافت‌های کوچک تیپه و سفال تیپه سرخندریا گواهی می دهند که در آخر هزاره 3 و اول هزاره 2 پیش از میلاد در ولایت‌های جنوب و شرقی آسیای میانه جماعت‌هایی به وجود می آیند که دارای خواجگی ترقی کرده زراعت ابتدایی بوده در مسکن‌های مستحکم و خوب اقامت می کردند. در این سمت حفریات سفال تیپه جالبتر می باشد. سفال تیپه تیپه نه چندان کلان است که قریب 3 هکتار مساحت دارد. گرداگرد خانه‌های اقامتی این باششگاه را 3 قطار دیوارهای مدافعوی احاطه کردند. بیناهای باششگاه بسیار خانه و چند بینا به هم پیوسته می شد که بین آنها کوچه و تن کوچه ها واقع بودند. احتمال تمام بیناها از روی نقشه پیشکی ساخته شده بودند. آثار سفالی آن به سفالهای مدنیت انو شباهت دارد. ظرف‌های به همین آثار مانند از ناحیه ریگر حالا ترسونزاده تاجیکستان نیز یافت شدند. باستانشناس شناخته به لیتوینسکی خلاصه می نماید که در آخر هزاره 3 و اول هزاره 2 پیش از میلاد پهنشوی فوری
آیکومن‌های قبیله اناو به عمل آمده در محل‌های شرقی و جنوب و شرقی مسکن می‌کنند. لیتوینسکی بوریس آناتولیویچ 1923-2010 باستانشناس شناخته شوروی تاجیکستان، اکادمیک اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، محقق بسیاری از یادگاری‌های حدود تاجیکستان و آسیای میانه. آیکومن از کلمه یونانی قدیم گرفته شده، معنیش حدودی از خود کرده شده است، محلی زیست است. در بعضی جایهای نو آنها طرز زندگی مقرری خود را ادامه می‌دهند و در بعضی جایهای دیگر به چارواداری شغل ورزیده به زندگانی نیم مقیمی رو می آورند. قبرستان‌های قدیمی جنوب تاجیکستان از همینها باقی ماندند. ساخت جمعیتی یکی از مسئله‌های مهم عصر برنجی این تصویر ساخت جمعیتی آن می باشد. بین عالمان و متخصصان این مرحله تاریخی دایر به این مسئله فکر و عقیده های گوناگون وجود دارد. اکادمیک باباجان غفوروف عقیده و فرضیه های گوناگون عالمان را دایر به ساخت جمعیتی مورد تحلیل قرار داده، ملاحظه و اندیشه ها دایر به تاریخ قبیله های مدنیت انو را جالب تر حسابیده است. او می نویسد که از جمله و مسان سبب اساسی پیدا شدن خانه های بسیار حجرگی را به پیدایش جماعت سیر آیله علاقمند می داند. مسان ودیم میخایلویچ 1929-2010 باستانشناس شناخته شوروی و روسیه، محقق یادگاری های زیادی حدود آسیای میانه از جمله تاجیکستان. در حدود هزاره های 4-3 پیش از میلاد به آیله های پدرشاهی گذشتن جماعت های سیر آیله مادرشاهی به عمل می آید. این گزارش پایه مهم اقتصادی دارد و متخصصان سبب اساسی آن را در ترقیات چارواداری می بینند. چارواداری شغل اساسی مردان بود و تمام محصولات برزیات نیز به دست مرد می گذشت. زن تنها در استعمال آن اشتراک می نمود. همین بود که موقع زن نسبت به مرد پست گردید و جمعیت به ساخت پدرشاهی گذشت. در آخر عصر برنجی نشانه های پیدایش مالکیت خصوصی به وجود آمد و نشانه های اولین شهرها و حیات شهرنشینی نیز در همین دوره به وجود آمد. باباجان غفوروف تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار پنجم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.